درست قهوه خوردیم اما من هنوز گشنمه. خوابت میاد؟ من میگم گشنمه، تو میگی خوابت میاد؟ بریم یه جا املت بزنیم؟ جان من بریم بازار یه املت بخوریم. بریم کله پاچه بخوریم. تو میگی کله پاچه، من میگم املت بازار. یه دونه تک سنگ کاغذ قیچی میریم، هر کی برد میریم سنگ کاغذ قیچی، سنگ کاغذ قیچی، سنگ کاغذ قیچی، میریم بازار املت. چی نریم بازار؟ ها؟ نریم بازار. سر چاره سیریوسیم، چیو نریم بازار؟ داریم میریم بازار. خب میشه بجاش بریم کله پاچه بخوریم؟ نه بازار کله پاچه نمیخورم، بازار میبرم یه املت بهت میدم، انگوشتای منم بخور. نه چی دارم هر جا بگی من میذارم. مرسی، هر جا دوستت دارم. مرسی. حتی اومدیم ماشین پارک کنیم، دیدی ماشین خوبم دیدی؟ پیکانی ببین 56 پیکان 56 ببین 56 کلا فیسش با همه سالا فرق داره. ببین یه دونه لامپ زرد بزن می‌بینی؟ آره چش عسلی میشه اینطوری. اینم داره که چش نخوره. خب دیگه بس بریم املت. بریم املت. سلام بازار رو چقدر دوست داری؟ حال نمیده این شکلی شبیه بمبئیه؟ ویلکام تو بمبئی. ویلکام تو بمبئی. میری با چی میخوایم بریم؟ با این اتوبوس ها. اتوبوس نیستی؟ اتوبوس دیگه، اتوبوس نیست. باشه مرغی دوست داری؟ نه فقط بریم. نکنم اونجا. املتی الان اینجاه؟ نه الان داریم میریم به دکون یه سر بزنیم. کرکره رو بدیم بالا. نه الکی بچه‌ها همه دارن مغازن، ولی خب بریم یه سر بزنیم دیگه. بله. اسمس اومد. ارسلان چه حسی داری میخوام بهت املت بدم؟ چقدر تو بی ادب و بی شعوری. واقعا با ارسلان میدون احساس میکنیم مثلا با بچه خواهرت چه 6 سالشه اومده بیرون. دیدی دکونمون روف داره؟ دکونی جالبی داره. حالا از این بالا هم بذار بازار رو به بچه‌ها نشون بده. یوهو مجید آقا مجید زهرمار. اینجا منطقه چنده؟ اینجا منطقه 12 و اینکه یه دقیقه بیا جلو. دالونایی که اینجا میبینی، ورودیایی که میخوره به بازار، میدونستی چقدر مسافتشه؟ چقدر؟ هر کدومش بیشتر از 10 کیلومتره. کلا بازار قدیم سقف نداشته. اینجا رو این شکلی ساختن؟ تایم قاجار بازار رو درست کردن. تاریخ ثبت ملیش هم 2 آبان سال 56 بوده. خیلی جای جالبیه. چرا؟ کجا جالبه؟ چرا؟ معاملات بزرگ ایران این تو داره انجام میشه. علت خود معروف ترین بازار ایران بازار تهران. یه سوال چقدر اینجا؟ بعدش هلوش 110 هکتاره. هلوش 40,000 تا هم واحد صنفی داره. یعنی 40,000 تا مغازه توش هستش. یعنی اینا الان همش زمان قاجار ساخته شده یا اینا مثلا تازه است جدیدش یعنی جدیه؟ جزء بازسازی جدید حساب میشه. کل بافت کلی بازار همون تایم قاجار بوده. قاجار استارتشو زدن و هی دیگه به مرور زمان هی بازسازی کردن، یه سری کارا روش انجام دادن که الان میبینید این بازاره. ورودی اصلی بازار حالا میدونی کدومه؟ نه سبز میدون. اونجا بازار تهران تایم شاه طهماسب صفوی استارتش خورده، تایم ناصرالدین شاه قاجار دیگه تکمیل شده. خیلی قدیمیه. خیلی. میشه به جا املت بهم غذا بدی؟ غذا املت میدم. آره. بوست چیه؟ بوفم که بهت نشون دادم. آسانسور. الان میریم املت. دوست دارم. نه نکن که صفته. چنده شکل. واقعا به نظرتون این دوتا آدم برادرن؟ شما خیلی بهتر از کچل بیمو با موی زیبا، آدم کاری، آدم بیکار. این همه چرخوندمت میخوام ببرمت یه جا یه املت بدم. گفتم انگوشته خودت که هیچ، انگوشته منم که هیچ، انگوشته حاجیرم بخوری. یه نگاه کن کجا آوردم. کارو بگیر. اینجاه. بیا مامان بیا تو. بیا اما یالا مخلصم. خوبی؟ چی میخوری تو؟ املت؟ قرمه سبزی میخوری؟ قیمه میخوری؟ چرا همه چی داره قاطی میکنی؟ برو بیرون میخوای اینجا شلوغ کنی آبرو ما رو ببری. برو زشته. کله پاچه میخوام. خفه شو.
حالا عدسه سوختی خدا رو شکر. حالا واقعا کله پاچه املت کله پاچه گم شد. اصول اصلی املت خوردن. ای کجا میری؟ چه صافت. شکلی ضربه مهلکی بود. املت قهوه خونه با رب و گوجه است، یعنی اینقدر گوجه است اینقدر رب. آفرین، همین اصلا راز خوشمزه خدا بشم. باید پیاز خور، باید ها. یه سوال دارم. واقعا هر سلام باری کل املت هم اصلا دوست نداشتی. نه اما ممنونتم خیلی آقایی، قربونت برم. کوچیک شما چسبیده بود. چسبید. املت خوردی؟ خب چایی هم میخوری؟ چای هم میخورم. پس یه چایی بزنیم. بله بله. چی شد؟ اوکیه. جونه سی دست شما درد کن. همون سلام، خوبی؟ خسته نباشی. یاد بودی چجوری باید این چایی رو بخوریم؟ اینو قبلا وای میستاد این کنج. واقعا؟ به خدا. اوه خب زاویه بهتری باید وایسه متاسفانه. قدیما بلد بودم، پیر شدم ارسلان جان. نکن چندشید صدا چیه دارم میاری؟ سودم خیلی تو فکر بخورش دیگه. داشتم این فکر می‌کردم که اینو باید بذارم دهنم چایی برم روش، یا اینو باید بکنم تو چایی. خب اینو بذار دهنت بعد اونو بخور. نه حالا اون که اینو بذارم. حالا واسه رفقایی که دوست دارن بیان اینجا این املتیه با عشق رو ببینن، بازار سر ناصر خسروی کوچه‌ای هست به اسم خادم. شما خادم رو تا ته میای میرسی به دوست عزیزمون که املتی بود. حالا دوست داشتی املتو؟ آره خوشمزه بود، کم بود ولی خیلی خوشمزه بود. فکر میکنی که چقدر شد؟ یه عدد به من بگو. مخلصم، عشق منی کوچیکتم فدات. یه عدد بگو، فکر میکنی چقدر شد؟ 20 تومن؟ 130 تومن. این باورت نمیشه، بازار کلا همین شکلیه. بازار همه چیز ارزونه. نه همینو ما می‌خواستیم کف فرشته بخوریم 500,000 بعد میدین 2 تا دونه املت چوسکی می‌خوردیم. یکی دکونمون می‌خوای بریم؟ خب نمیتونیم بریم چون بابام نیومده امروز. کنسل. بریم همون دکون خودمون. بریم ناهارم بهت یه چیزی بدم. اون دیگه انگوشتا که هیچ. اونو بهت میگم چی باید بخوری. سلام. بیا بریم. بیا ارسلان جان بیا مامان. شکمه چجوری شده؟ سوسیس شدیم سوسیس. نهار رو دوست داشتی؟ بله بعد املت جوجه میچسبید؟ بله. جان من؟ گوشت، فقط گوشت. برام که خوردیم و الان بالا هیچ کارش کنیم؟ بابا داره بالا میاره، من مونه بهتی که ولاگ بگیرم. آقا ول کات میزنیم به بعدم. شبیه چی شدی؟ مگسی که خوشحالم. من نمی‌کردی تا این بازار نگرد دارم. تا این ساعت بازار نگرش داشتم به هوای املت. همیشه دوستاتون اینجوری لاکار بدید. جوجه هم خوردم ولی جوجه دوست داشتی؟ خیلی چاق شدم، خیلی ناراحتم. یه زن برامو پیدا نمیشه. تو کامنت بذارید که بازاری و بابا شیکه بازاری نیمرخش شیکه بازاری معلوم شه. بدم بیرون. جونم اصلا با قیافت نمیادم شیکه داشته باشی. ندارم، دادم بیرون. ببین الان حالت عادی اینه. بچه‌ها اگه میخواین بپسندین اینه. آره. قبلا ارسلان جون بیشتر بازار همین شکلی بوده، این سقفش همین مدلی بوده، گنبدی بوده، نورم از لای این آجورا که میبینی سوراخیا میومده بیرون. حالا تاریک شده نترسی، تحصیدم خطرناکم. ارسلان چیز میخواه؟ کیف میف؟ نه ساک چی؟ ساک بقیه اگه برام بخرم بیشتر دوست دارم تا اینکه. آره یه دونه واسه داداش چیز یعنی نمیخری.
اگه اونایی که باید بخرن برات. اوه سوسماس